با احترام دارم خدمت تمامی بینندگان محترم و علاقه‌مندان به کشتی. امیدوارم که تا اینجای کار از گزارش‌های بنده لذت کافی رو برده باشین. خب این مبارزه بین رحمان عموزاد در برابر شامین ممدوف از روسیه بود که در مسابقات جهانی 2023 بلگراد پخش شد و الان در خدمت شما هستیم با گزارش این مسابقه بسیار هیجان و جذاب. انشاءالله که از گزارش بنده راضی بوده باشیم تا این پایین. بریم خب مسابقه رو ببینیم و ادامه کار رو مشاهده کنیم. کشتی وزن 65 کیلوگرم بین رحمان عموزاد خلیلی و شامین ممدوف که پدیده روزها نام گرفته، یکی از بهترین کشتیگیر روسیه در چند سال اخیر بوده. سرشاخ میشن دو کشتیگیر. رحمان عموزاد مثل همیشه زیر کتف خودشون میزنه، دست زیر کتف. امتیاز گرفتن از این روس کشتی بلد خیلی سخت میتونه باشه برای رحمان عموزاد. باید خیلی مواظب باشه. بله دست زیر کتف میندازه و اون یکی دستو گرو میکشه. رحمان عموزاد میخواد زیر کتف خودش رو شروع کنه. رحمان عموزاد اونو میتکونه. اما شامین ممدوف دست و پای بسیار قدرتمندی داره مشاهده میکنه. بله کشتی سر پا میدم به دلیل مکس و تحمل بیش از حد. همون گارد معروف رحمان عموزاد می... دست میندازه دور کمر شامین ممدوف. دوباره میخواد از اون امتیاز بگیره، اما شامین ممدوف خیلی سر حالتر آماده بره. یه خمو میگیره میره پشت. نمیتونه از این کشتیگیر امتیازی بگیره. شامین ممدوف که در بدرکاری هم بسیار معروف شده بین کشتیگیران. دوباره دو کشتیگیر سرشاخ میشن. دوباره زیر کتف میزنه رحمان عموزاد. میخواد از حریف خودش به صورت حالا زیر کتف زدن، بیرون کردن از تشک امتیاز بگیره. اما این شامین ممدوف روسه که زیر و خم کشته در همه جای کشتی میگیره. این ممدوف بسیار کشتیگیر زیرک، باهوش و فرصت طلبی. دوباره سرگردن حریفو میتکونه، دست زیر کتف، پاشو به تشک قرار میده، میخواد بره پشت حریف، نمیذاره. یه خم میگیره، یه خم حریف از تشک بیرون میبره. یک امتیاز. بله یک امتیاز به رحمان عموزاد میدن. امیدوارم که این حمله ها تداوم داشته باشه و با برد کشتیگیر کشورمون همراه باشه. دوباره دو کشتیگیر سرشاخ میشن با هم. رحمان عموزاد دوباره زیر کتف میزنه، میخواد از حریف خودش امتیاز بگیره. شامین ممدوف تا الان هیچ کاری نتونسته در برابری کشه. دوباره یه پیش کمر میره که ازش امتیاز بگیره، اما شامین ممدوف نمیذاره که این اتفاق بیفته. دوباره میخواد بره پشت حریف خودش، نمیتونه پشت حریف. یه خمو میگیره، میخواد یه خمو بگیره، نمیذاره رحمان. آفرین به رحمان، پاهای آماده و بیداری داره، نمیذاره که شامین ممدوف به پاش برسه. دوباره دست زیر کتف. تو این حالت ها معمولا داور سر پا میده، اما بلند شدن دست میذاره زیر کتف خودش. شامین ممدوف میخواد اونو از تشک بیرون ببره. رحمان بله از همینجا یه سر زیر بغل میخواد یه خمو بگیره، نمیتونه. یه سر زیر بغل بسیار عجب سر زیر بغلی زد این ممدوف. سر زیر بغل بسیار زیبا در پیچ و خم کشتی. گفتم به این کشتیگیر در پیچ و خم کشتی خیلی خوب کشتی میگیره و سر زیر بغل رو شگرد داره. یکی از کشتیگیرهای بسیار خوب روسیه است که تونست رشیدوف رو شکست بده. برنز المپیک 2020 توکیو رو داره رشیدوف. از این کشتیگیر در همیارگین هم فینال انتخابی فکر کنم فینال روسیه شکست خورد و این ولی دوباره میگه که بدلکاری میکنه این ممدوف. رحمان میره که دوباره بازی کتف خودشون رو خواب کنه که از بالا یه لحظه دیدیم که یک بدلکاری بسیار زیبا رو به نمایش گذاشت. دوباره رحمان عموزاد دست رو میندازه زیر تعریف خودش و میخواد اونو. به نظر من رحمان باید استراتژیش رو در برابر کشتیگیر عوض کنه. دوباره دست زیر کتف میخواد بره پشت حریف، یه خمو میگیره، میخواد بره پشت حریف، یه خمو میگیره، اما این ممدوف است که دوباره بله میگیم چند امتیاز رو بهمون میدن. ممدوف دوباره با بدلکاری رحمان رو به پول با 4 امتیاز. 4 امتیاز متاسفانه 4 امتیاز به کشتیگیر روسیه دادن. دیدیم که یک بدلکاری بسیار زیبا رو به نمایش گذاشت. از بالا رحمان در حینی که میرفت رحمان مخاب کنه به بیرون هدایت کنه، در عین ناباوری یه 4 امتیازی زد و اونو به پل برد از بالا. به نظر من نمیدونم چه امتیازی رو، ولی به نظر منم حالا مشاهده میکنیم با هم. دوباره اینجا میبینی بله یه لحظه رحمان رو به پل برد، شانه‌های اونو
با تشک آشنا کرد. بله 4 امتیاز رو میدن. وقت اول به پایان میرسه. 6 تا به نفع شامل ممدوف روس که بهتونم گفته بودم یکی از کشتیگیری خوب روسیه است که در بدلکاری و سرزیر بغل شگرد داره. مخاج مرتضی علیفو در تصویر میبینید، یکی از قهرمان‌های به نام روسیه در ادوار گذشته، یکی از حریفای اصلی بویسار سایتیوف که چندین بارم سایتیوف افسانه‌ای رو شکست داده این مخاج مرتضی علیوف. امیدوارم که وقت دوم این کشتی به سود کشتیگیر خوب کشورمون باشه که به نظر من باید استراتژیش رو در برابر این کشتیگیر روس تغییر بده. روس‌ها در کار کردن دست و بسیاری از اونها در بدنکاری استاد هستن. امیدوارم که رحمان بتونه این سال گذشته بیاد و این کشتیگیر رو ببره با اون قدرت آمادگی بدنیش و زیر کتف زدناش. امیدوارم که استراتژی خوبی مربیان قرار در نظر گرفته باشن. بله مورد آغاز میشه. وقت دوم شامل ممدوف از روسیه در برابر رحمان اموزاد. رحمان میزنه زیر کتفای حریف خودش، دوباره میزنه زیر کتفای حریف خودش. ممدوف هیچ واکنشی نشون نمیده. این رحمانه که باید از دوباره میره یخمو بگیره، حریف از تاشک بیرون کنه. بله در این حالت ببینیم امتیاز میدن یا نه. بله 1 امتیاز به رحمان اموزاد. هرچند که روی زانو بود ولی اون تاشک بیرون کرد. مربی روسیه رو مشاهده میکنید. رحمان اموزاد دوباره میخواد بره که این برنامه رو اجرا کنه. هروش شامل ممدوف دوباره رحمان میزنه زیر کتف حریف خودش، میخواد اونو دوباره بدلکاری میکنه این شامل ممدوف. حین به محض اینکه زیر کتفا رو میزنه و میخواد پارو بگیره، شامل ممدوف به صورت بدلکاری از روی اون بدلکاری انجام میده. کشتیگیر بسیار زیرک و باهوشه. دوباره خود رحمان میره که پیچ کمراشو به اجرا بذاره، میره پیچ کمر رو بزنه یخمو میگیره، خاک میکنه. 2 امتیاز، 2 امتیاز. درود بر تو رحمان. 2 امتیاز بسیار شیرین از این موسی کشتی بلد. میره ولی سگک، میره ولی سگک پا جمع میره که سگک رو اجرا کنه روی این روس کشتی بلد. نمیتونه، متاسفانه نمیتونه. داور به دلیل مقص و دلیل بیش از حد کشتی و سر پا میده. 1 امتیازی بسیار شیرین تو مایه های پیچ کمر تونست اونو خواب کنه. کلافه کرده این شامل ممدوفو با زیر کتفا و آمادگی بدن بالاش. امیدوارم که رحمان ابوزاد برنده این مسابقه باشه که نماینده خوب کشورمون است. دوباره رحمان ابوزاد دوباره زیر کتفا خودشه، زیر کتفا میزنه، دوباره از زیر کتف. رحمان میخواد این برنامه رو اجرا کنه روی دوزانو وای میسه شامل ممدوف. تو این حالت که بیرون بره امتیازی به متعلق نمیگیره متاسفانه. اما رحمان ابوزاد شامل ممدوف برونده یه جورایی اسم میکنم. شامل ممدوف دیگه نای دوباره ولی این مار زخمی میمونه. این ممدوف با تا ثانیه آخر اونو رها نکرد، میره یه خم حریف رو بگیره اما نمیتونه. دوباره شامل ممدوف رحمان دوباره میزنه زیر کتفای حریف خودش، میخواد اونو به بیرون هدایت کنه. شامل ممدوف میخواد سر بغل بزنه که نمیذاره. دوباره رحمان ابوزاد حریف رو میتکونه. دوباره شامل ممدوف میره یه سر زیر بغل. بله خاک میکنه پشت کشورمون. در عین ناباوری یه دست تو مایه‌های یخم در حینی که میرفت که یخم رو تبدیل به امتیاز کنه، تبدیل به سر زیر بغل، اون بالا میاره خاک میکنه. متاسفانه در ثانیه‌های پایانی میبینیم که شامل ممدوف در عین خستگی دوباره مثل ما رو زخمی دوباره میره برای خم، اما رحمان اونو مهار میکنه. حالا خود رحمان ابوزاد باید دیگه شروع کنه امتیاز خودش رو بگیره. وقتی نیست 30 ثانیه تا پایان مسابقه، 30 ثانیه تا پایان. رحمان ابوزاد حریف خودش رو به بیرون میبره. 1 امتیاز، 1 امتیاز اینجا به رحمان ما میدن. 8-6 به نفع شامل ممدوف که یه اخطارم داره، فکر کنم به دلیل فرار بود، همون جایی که فرار از تاشک داشت. دوباره رحمان ابوزاد با تلاش خودش رو بکنه، دوباره شامل ممدوف رو میکشه، دوباره در زیر کتف. شامل ممدوف استاد تو این موقعیتات سر زیر بغل بزنه و تبدیل به امتیاز کنه. رحمان باید هر چی در توان داره رو انجام بده. اینجاست که باید تمام زور خودش رو اجرا بذاره. رحمان ابوزاد 5-4 باید. بله متاسفانه نمیتونه در برابر این روس کشتی بلد شامل ممدوف.
شامل ممدوف برنده این مبارزه میشه و مدال برنز مسابقات جهانی بلگراد 2023 رو از آن خودش میکنه. امیدوارم که از این گزارش لذت کافی برده باشید و در گزارش بعدی در خدمت شما باشیم. ممنونم که ما رو همراهی کردین، ممنونم که از ما حمایت میکنید و با دکمه سابسکرایب ما رو حمایت کنید و لطفاً هم کامنت بذارید. ممنونم از شما و ما بگین که کشتی‌های بعدی بین چه کسانی رو برای شما گزارش کنیم. ممنونم از نگاه مهربونتون.